برادر و خواهر مسلمانم، چرا نماز نمیخوانی؟ بله، خطاب به سوی تو میکنم. چرا نماز نمیخوانی؟ آیا از الله شرم نمی کنی که این همه نعمتهایش را برایت داده است؟ آیا با الله در قهری؟ آیا از آن که خداوند برایت ثروت نداد با الله قهر کردی؟ برادر و خواهر مسلمان، تو مگر نمیدانی که شکم رسول الله صلی الله علیه و سلم شب و روز از گرسنگی درد میکرد؟ ولی بر ضمن آن شب و روز در حال سجده الله بود. آیا با الله در قهری که دچار بیماری هستی؟ مگر خبرداری که ایوب علیه السلام 18 سال دچار بیماری بود، اما پروردگارش را لحظه هم فراموش نکرد و دائم در ذکر او بود. مگر نمیدانی که بزرگترین مجازات برای آدمی این در مقابل خدای خیش ایستاده درد دل کردن توانستن است؟ کسی که الله را از یاد ببرد خود را نیز فراموش می کند. خواهر و برادر، فراموش نکن که خداوند گفت تنها به یاد الله قلبها آرام می گیرند. پس اگر نماز را ترک کردی مطمئن باش که آرامش قلبت را نیز از دست داده ای. پس نماز بخوان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.